مرسی. متشکرم باشم. منم به سهم خودم به همه شما خوش آمد میگم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و به همینم خوش آمد میگم که اینجا هست. ما توی تقسیم کاری که کردیم قرار شد که من یه مقدار راجع به اوضاع ایران و مشخص‌تر راجع به اوضاع سیاسی ایران و افق‌ها و آلترناتیوهایی که هست صحبت بکنم و همین یه مقدار عمومی‌تر و جامع‌تر و جهانی‌تر بحث رو مطرح کنیم. ما تا همین حد با هم دیگه صحبت کردیم، حالا امیدوارم که بحث‌ها با هم دیگه بخوره و توی یک جهت یک خط بشه. من دو واقعه در جامعه ایران الان در جریانه که همه می‌بینیم. یکیش این اول مهر که داره از راه میرسه و 2-3 روز دیگه است. و یکی هم این بحث‌های آلترناتیو سازی و دست به هر حال سر صدایی تو حولش کردن و کلی حرف و حدیث و گاهن لطیفه حولش درست کردن و به هر حال یکی از موضوعات مهم جامعه ایران است. من میخوام این دوتا واقعه رو یه جوری به هم وصل کنم و ارتباطشون رو با هم دیگه نشون بدم و در این حال نشون بدم که چجور اینا دو قطب مختلف جامعه رو دارن نمایندگی میکنن. در واقع عنوان سخنرانی من این هست که آلترناتیو اونا با آلترناتیو ما و این ما فقط حزب کنسولگری نیست، فقط هم کارگران نیست. این ما کل اون جناح چپ و اون صف آزادی‌خواهی و برابری، اون صف انسانیت تو جامعه است. اما در مورد اینکه این آلترناتیو راست کجا هست و چی داره میگه و چه حرفایی و چه بحثی داره، من دوست دارم از چند تا مشاهده و واقعه ساده شروع بکنم. چند روز پیش داشتم صحبت‌های آقای رضا پهلوی رو با دویچه وله گوش می‌دادم. مصاحبه رادیویی کرده بود و الحق خیلی هم نثر و سلیس و روانی داشت، خوب هم می‌خوند و ایشون اونجا حرفایی زد که واسه من خیلی جالب بود. اولین نکته که اهمیت داشت صحبتاش به نظرم این بود که دائم داشت به مردم میگفت و به مخاطباش میگفت که خشونت نکنید. ما قراره که به طور مسالمت آمیز اوضاع احوال رو برگزار کنیم و جمهوری اسلامی باید به طور مسالمت آمیز بره و خلاصه از مبارزه ضد خشونت صحبت میکرد. نکته جالب دیگه ای تو صحبتاش بود این بود که میگفت بالاخره امنیت مردم باید حفظ کرد وقتی که قرار از یه رژیم به رژیم دیگه بریم و تو این رابطه هم به خصوص یک خطاب صحبتش به افراد نیروهای مسلح بود و اینکه بالاخره شما باید بیاید به دماغ پیوندید و وظایفی هم تو اون دوره بر عهده دارید. نکته‌ای که واسه من جالب و یه نکته دیگه جالبی هم که میگفت این بود که میگفت که من از هیچ حزب و جریانی حمایت نمی‌کنم، با هیچ کس نیستم، ولی در این حال مردم میهن من یه وظیفه‌ای بر عهده من گذاشتن که من باید مطمئن باشم که اتحاد حفظ میشه و این پروسه درسته میشه از جمهوری اسلامی به نظام بعدی و یه وظیفه‌ای تو این وسط دارن که هدایت بکنن این وضعیت. که من پیش خودم فکر کردم خب این وظیفه رو کی سپرد به عهده‌تون؟ از کجا آورد این وظیفه رو؟ چیزی جزئی نمی‌بینم که بالاخره ایشون شاهزاده است، پدرش شاه بوده، پدر بزرگش هم یه شاه دیگه بود و این هنوز از اون بدیهه الهی و شاه برگزیده خدا و این هاست داره حرف میزنه. حالا یه مقدار دموکرات و امروزی شده. و بعد نکته جالب دیگه واسه این بود که کسی که همین گذشتهش که شاه پدرش باشه و پدر بزرگش باشه پر از کودتا بوده، پر از خشونت بوده، پر از قتل و کشتار بوده و چه می‌دونم چند تا آدم، چند تا کمونیست توی زندان‌های رضا شاه پوسیدن
چند تاش توی زندانهای شاه پوشیدن، ساواک چیکار کرده با مردم، رضا شاه خودش با کودتا سر کار اومده، خود شاه حداقل یک کودتا رو سرکوب کرده، یه لشکرکشی به آذربایجان کرده و کلی خشونت کرده و خون ریخته، هیئت شهریور رو درست کرده و بعد پسرش که امروز میاد داره به طور خجالتی ادعای تاج و تخت میکنه، اولین حرفش اینه که خشونت نکنید. این یه واقعی جالب بود واسه من، اینکه چطوری که اونا دارن طلب میکنن خشونت، یعنی خودشون که مصدر خشونت بودن و نظام و زندگی که درست کردن همش با خشونت درست کردن. این به این معنی نیست بالاخره رضا شاه اومده سرمایه‌داری رو در ایران مستقر کرده یا دست آخرم محمد رضا شاه به سرانجام رسونده، ولی همش با خشونت بوده دیگه. مثل همه جای دنیا، مثل روسیه که استالین هم اومد بالاخره استقرار سرمایه‌داری در روسیه رو با خشونت اعمال کرد، مثل انگلیس، مثل هر جای دیگه. ولی جالبش این بود که این داره از آلترناتیو سازی صحبت میکنه، از آینده ایران صحبت میکنه. اولین و اساسی ترین حرفش خشونت نکنید، محور بحثش بود. فقط اون نیست که میگه خشونت نکنید، کسای دیگه هم نگاه بکنید، از امثال سازگارا گرفته همه این پاسدارا و بازجوها و مامورین امنیتی سابق رژیم، اولین حرفی که به شما میزنن که خشونت نکنید. گزار مسالمت آمیز، ما قرار نیست خشونت بکنیم. خیلی عجیبه، ما مردم و ما کمونیستا و ما کارگرها و ما آدمای عادی جامعه باید از اون چیزی طلبکار بشیم که آقا شما این وقت خشونت نکنید. شما که با کودتا و ضد کودتا سر کار اومدید، شما که 17 شهریور رو انداختی، 30 خرداد رو انداختی، شما لطفا خشونت نکنید. اگه شما خشونت نکنید که خشونت کسی نمیخواد خشونت بکنه، ولی اونا دست پیشو گرفتن که خشونت نکنید. طرف خودش سپاه پاسداران سازمان داده، حالا شده پرچمدار مبارزه ضد خشونت. چرا اینجوریه؟ بعدا بهش میپردازم. ولی آلترناتیو سازی به اصطلاح فقط به اینا محدود نیست. شما الان نگاه بکنید، یه کسایی دیگه هم دارن کنفرانس میذارن، کنفرانس نمیدونم واشنگتن میذارن، کنفرانس استکهلم میذارن، دور هم جمع میشن توی یک اتاقای و با امکانات خیلی محقق. نمیدونم چرا اینجوریه، یعنی آدم جلساتشون که نگاه میکنه از کنفرانس های تشکیلات محلی حزب غیر سازمان یافته تر و چیزتر، بی امکانات تره، در هر حال میشینن تو سر کله هم دیگه میزنن، قهر رو آشتی میکنن و آخر سرم به جایی نمیرسن و چیزی که به ما میگن که خیلی خوبه، گفتگو دیالوگ کردیم، هم خیلی خوبه. جالبم اینه که همشون هم اینه که دارن جمع میشن و آلترناتیو سازی مثلا میخوان بکنن، همشون هم اصلاح طلبن، همشون هم اینجوری میخوان با جمهوری اسلامی کنار بیان و باز به جایی نمیرسن، که البته عجیب نیست که به جایی نمیرسن، چون بعدا میگم اینا قراره یه جنس بنجلی به مردم بفروشن و راحت نیست فروختن این. خط روشنی ندارن، افق روشنی ندارن که اینو بعدا یه اشاره بهش میکنن. ولی به هر حال اینم یه جور آلترناتیو سازی که دارن میکنن. تو اینا نکته‌ای که واسه من جالبه اینه که یه ترند جدید، یه طیف جدید اومده که اسم خودش گذاشته انحلال طلب. نه حتما شنیدید. چرا میگه انحلال طلب؟ چون نمیخواد بگه سرنگونی طلب، در این حال میخواد یه جوری هم نشون بده که خواهان رفتن جمهوری اسلامی. حتی نمیخواد بگه مثلا برانداز. به نظرم اتفاقی نیست این اسما، واسه اینکه حتی اسم برانداز که یه وقتی یا لغت برانداز که یه وقتی از طرف راستا استفاده میشد، دیگه این روزا زبونشون رو میسوزونه. واسه اینکه توی برانداز هم حتی خطر سرنگونی جمهوری اسلامی و دخالت مردم و انقلاب و اینا رو میبینن، در نتیجه شدن اصلاح طلب و انحلال طلب و رضا پهلوی هم دیگه بحث حتی اون براندازی که بالاخره راستا مطرح میکردن نداره. اینا تصاویری از آلترناتیو سازی اینا. منتها تصاویر موزیکتر هم وجود داره هنوز. احمدی نژاد، به نظرم احمدی نژاد داره سعی میکنه آلترناتیو سازی کنه.
احمدی‌نژاد داره سعی میکنه بگه من با چه میدونم ناسیونالیسم ایرانی هم و کوروش بزرگ و حلوا میکنه و تمدن عظمت به اصطلاح ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی رو سعی میکنه بره پشتش و یه خط فاصله بکشه بین خودشون جمهوری اسلامی رسمی و یه جور داره در واقع فکر این داره میکنه که بعد این اوضاع اینطوری نمیتونه پیش بره و یه فکری باید کرد و یه راه چاره واسه آینده باید اندیشید. ولی به نظرم مهمترین بخش آلترناتیو سازی راست توی جامعه خود آمریکا و خود جمهوری اسلامی که همین روز هم میدونید که مذاکرات اتمی جریان داره و به هر حال به نظر میرسه که دارن به یه توافقاتی میرسن و یا در هر حال فعلا دارن اینجور با هم حرف میزنن. ولی اون چیزی که مسلمه اینه که غرب اولین آلترناتیوش و انتخابش این هست که خود جمهوری اسلامی رو اینجوری راست و روز بکنه و اصلاح بکنه و نگرده. در هر حال چیزی که من میخوام بگم اینه که وقتی نگاه میکنی از احمدی‌نژاد تا خاتمی، رفسنجانی، نمیدونم موسوی تا بیاد بیرون از حکومت منظورمه انواع و اقسام گرایشات راست، سبز به قول خودشون سکولار، سبز مذهبی تا رضا پهلوی تا همه اینا همه مشغول آلترناتیو سازی هستند و گفتن در رأسش خود غرب و با جمهوری اسلامی داره چکشون میزنه. چرا؟ اینم روشنه، احتیاج به بحث زیادی نداره. یه انقلاباتی توی منطقه شده، یه وضعیت جدیدی تو منطقه وجود اومده، یه تعادل قوای جدیدی بین جمهوری بین غرب و اسلام سیاسی وجود اومده، الگوهای حکومتی که در منطقه داشتن اینا زیر سوال رفته، منطقه کلش یه جورایی داره بازتعریف میشه و یکی از چیزایی که باید بازتعریف شه جمهوری اسلامی و تکلیف ایران باید روشن بشه. ایران منطقه بسیار حساسیه که کل این منطقه و از به این اعتبار کل جهان در نتیجه بحث آلترناتیو سازی و بحث اینکه یه فکر بکنیم داغه و اون چیزی که زیر پای همه اینا رو داغ کرده در واقع اون آلترناتیو دیگه است که الان میخوام راجعش صحبت کنم. یعنی اون آلترناتیوی که مردم دارن، آلترناتیوی که در واقع آلترناتیو انقلاب. منتها قبل از اینکه برم به اون بپردازم دوست دارم راجع به این آلترناتیو راست یه چند نکته رو عمومی مطرح بکنم واسه اینکه اون یکی بحثم درست جا بیفته. اینا خیلی با هم اختلاف دارن، همشون یه طیفن دیگه، میگم از طیفی که از خود جمهوری اسلامی میخواد تغییراتی توش بیاره تا اون کسی که میخواد جمهوری اسلامی رو ذره ذره اصلاح بکنه به یه جای ببره، اون تا اون طیفی که میگه انحلال طلبن، تا اون طیفی که میگه گزار مسالمت آمیز میخوام بکنن. خب یه طیف وسیعن ولی وجوه اشتراک زیادی دارن، یعنی اشتراکاتشون خیلی بیشتر از افتراقاتشون و تمایزاتشون. اینو وقتی خوب میفهمی که به اقتصاد نگاه بکنید. اول چه سیاست اقتصادی هر کدوم مطرح میکنن؟ سیاست اقتصادی رضا پهلوی چیه؟ سیاست اقتصادی فرض کنید آقای انحلال طلب چیه؟ سیاست اقتصادی آقای اصلاح طلب چیه؟ فکر کنم همتون میدونید لااقل توی یک سال گذشته جلوی چشم همه ما بدون هیچ شرم و حیایی همشون از دم بلا استثناء رفتن پشت سر طرح یارانه‌های احمدی‌نژاد، گفتن این طرح خوبه، این طرح مال بانک جهانیه، همون طرح ریاضت کشیه که توی یونان و اسپانیا و جاهای دیگه هم دارن اجرا میکنن. تنها انتقادشون به احمدی‌نژاد اینه که خوب اجرا نمیکنه، بلد نیست اجرا بکنه یا رابطه با غرب نداره، امکان سیاسیشو نداره. ولی محتوای کاری که همه اینا میخوان بکنن همون طرح یارانه‌ها و همون ریاضت کشیه، همون کاری میگن که توی یونان و فرانسه و انگلیس و حالا کانادا کمتر بادش ما رو گرفتن ولی کانادا هم میرسه. همون طرحی که فلاکت و فقر بیشتری رو مردم تحمیل کنه، بدبختی بیشتری رو مردم تحمیل کنه، فقر و گرسنگی بیشتری رو مردم تحمیل کنه تا مگر سرمایه‌داری از این بحرانش در این آلترناتیو و طرح اقتصادی همشون زیر علم احمدی‌نژاد و بانک جهانی از دم. همینجا
خیلی روشنه که اگر اقتصادشون اینه سیاستشون همیشه هست. ولی بذارید روی این نکته هم بگم که از انصاف دور نباشن. گفتم اینا فرقشون با احمدی‌نژاد اینه که میگن احمدی‌نژاد اون طرح نمیتونه اجرا کنه، ما میتونیم اجرا کنیم. احمدی‌نژاد امکاناتشو نداره، ما داریم. و این امکانات عبارت از چیه؟ میگن که میخوایم با غرب کنار بیان، رابطه سیاسی رو حل و فصل کنیم، سرمایه جهانی حرکت میکنه تو ایران، آبادانی میشه. این جوهر اختلاف اینا با احمدی‌نژاد. این که حالا چقدر اگر فرض کنیم امنیت سرمایه و اینا رو فراهم بکنه، چقدر سرمایه حرکت میکنه، آبادانی میشه، خب میشه به یونان هم نگاه کرد، میشه به فرانسه هم نگاه کرد، میشه به انگلیس هم نگاه کرد. خود غرب سرمایه‌داری جز استثمار وحشیانه مردم راه دیگه واسش نمونده واسه بقا خودش. ولی حالا گیرم اینو بذاریم کنار. نکته مهم اینه که اینا باید امنیت سرمایه رو فراهم کنن دیگه، که همون ریاضت کشی اقتصادیشون هم برقرار بکنن. و همه مسئله، همه داستان از اینجا شروع میشه که چجوری میخواد امنیت سرمایه رو برقرار. از همینجا میشه فهمید که اون اقتصاد که میخواد ریاضت کشی اقتصادی و طرح احمدی‌نژاد رو خوب اجرا بکنه، یعنی خوب متحقق بکنه، شکل سیاسیش جز یک سرکوب وحشیانه و شدید و خشن چیز دیگه نمیتونه باشه. شما نمیتونید طرح ریاضت کشی اجرا بکنید، اتحادیه‌های کارگری و شوراهای کارگری آزاد باشن و فعالیت کنن، اعتصاب کنن، مبارزه. تو همین غرب داری می‌بینید سراسر همون اتحادیه رام شده در دست خودشون هر روز دارن میزنن. حالا حساب شروع کنید تو ایران شوراهای کارگری وجود بیاد، اتصالات کارگری باشه، ما آقایون میخوان تازه بیان طرح ریاضت کشی بانک جهانی رو اجرا بکنن. غیر ممکنه. در نتیجه اول کاری که اینا باید بکنن، باید سرکوب وحشیانه تر از اونی که احمدی‌نژاد و جمهوری اسلامی کرد اول بکنن، مردم بفرستن خونه، خفقان شدید به وجود بیارن تا بتونن طرح اقتصادشون اجرا کنن. این حقیقته. این شعار نیست. جور دیگه نمیشه سرمایه‌داری نجات داد. اگه میخواد که سرمایه‌داری تو ایران نجات بده، باید یک سرکوب وحشتناکی بکنه. و صحبت اینه که نمیتونه. صحبت اینه که وقتی نگاه میکنیم میبینیم با چه زبان کوچیکه و لطیفی دارن صحبت میکنن ما. حالا توضیح میدم یکی. ولی سیاستشون این. برمیگردم این. فقط واسه اینکه بهتون نمونه‌های از چیزو بگم، از اینکه یعنی اقتصادشون رو مقدار گفتم، سیاستشون رو بگم، چند تا نمونه از سیاستشون بگم، بعد میرسیم سر اون آلترناتیو دیگه. گفتم مهمترین خواست و مهمترین حرکت سیاسی و مهمترین به اصطلاح مضمون سیاسی که اینا روش تکیه میکنن به نظرم حفظ قوای سرکوب، حفظ ماشین دولتی موجوده، حفظ نیروی مسلح است، حفظ چنگ و دندون سرمایه‌داری، واسه اینکه قراره برید طرح ریاضت کشی رو بهتر از احمدی‌نژاد پیاده کنه. و وقتی به شعاراش نگاه میکنی همش تو این خط، همون گزار مسالمت آمیز، گزار مسالمت آمیز، خشونت نکنید. اینا همه زندانا رو انداختن، کودتاها رو کردن و آدم کشتن و تجاوز کردن به در مردم در آوردن، چه سلطنت طلبش دوره شاه و رضا شاهش، چه اصلاح طلبش دوره جمهوری اسلامیش. و اینا دارن ما میگن خشونت نکنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه برید خونه‌هاتون بشینید، ساکت باشید. حالا خواستید یه دفعه بیاید تو خیابون یه تظاهرات هم بکنید، that's okay، ولی جلوتر از اون دیگه هم ندارید برید. جلوتر از اون دیگه میشه شما دارید این گزار مسالمت آمیز رو مخدوش میکنید و میزننت. خشونت بکنید، با خشونت جواب بدید. از حالا دارید اعلام میکنه که خشونت نکنید. در واقع این شعار خشونت نکنید سرشار از خشونت. وقتی تو بحرش برید، از پیش داره گارد میگیره در مقابل انقلاب، در مقابل مردم. حالا بعد توضیح میدم توی اون آلترناتیو که برسم، توضیح میدم اتفاقا
اتفاقا اون صفی که خشونت نمیکنه و نمیخواد خشونت بکنه و علیه خشونت، ضد خشونت، اتفاقا صف مردم. خشونت صف اوناست. از حالا هم داری میبینی، از همین حالا دارم میگم. یا شعارهای دیگر شما مثلا فرض کنید حفظ امنیت که همین رضا پهلوی میگفت. تمامیت ارضی. تمامیت ارضی، شعار تمامیت ارضی سرشار از خشونت. تمامیت ارضی یعنی که هر کس تو هر گوشه ایران بلند شد یه حرفی زد، یه خواستی مطرح کرد، به خصوص مطالبه راجع به زبانش، فرهنگش یا هر چی، یا چه می‌دونم تو مثل کردستان خواست شده باشه، میزنیم. یا فرض کنید میگن دموکراسی، حقوق بشر. راجع به حقوق بشر همین تقوایی مقاله خوبی نوشته، به اون ارجاعتون میدم. ولی اینا چرا میگن حقوق بشر؟ واسه اینکه از زیر با خواستهای و خواستها و مطالبات مشخص مردم شونه خالی کنن. میگن حقوق بشر که به قول همین نوشته بود نگن لغو اعدام، چون تو حقوق بشر لغو اعدام نیست. نگن جدایی اکید مذهب از دولت، نگن مذهب زدایی، چون تو حقوق بشر این چیزا نیست. حقوق بشر دقیقاً همون بیان سیاسی، همون ریاضت کشی، چیزای کلی رو گفته که میشه هر جا میشه اداپتش کرد و میشه تحت نام حقوق بشر پوست از گرده کارگر کن و هیچ چیز مشخصی نگفته. مردم خواهان آزادی بی‌قید شرط سیاسی هم، مردم خواهان آزادی زن هم. تو حقوق بشر این چیزا نیست که راجع به آزادی زن همونقدر گفته که تبعیض جنسی مثلا نباشه، در همین حدود که حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تا همین حد گفته. میگن حقوق بشر که خواستای مردم رو نگن. میگن گزار مسالمت آمیز یعنی برید واسید کنار و اگر شما بخواید بیای شلوغ بکنی ما می‌زنیم تو سرتون. و یک چیز دیگه هم که میگن که باز خیلی جالبه، صندوق رأی، صندوق حاکمیت صندوق رأی. بعضیشون میگن که همین صندوق رأی زمان جمهوری اسلامی حکمیت کنه. بعضیشون میگن حالا بعد از جمهوری اسلامی حکمیت کنه. چون خب ما ماجرای صندوق رأی تو همین دنیا داریم می‌بینیم دیگه. حالا تو ایران تو زمان جمهوری اسلامی میخواد با صندوق رأی تکلیف مردم روشن کنی یا بعد از جمهوری اسلامی کی باید پشت اون صندوق صندوقه؟ کی اداره‌اش میکنه؟ در واقع صندوق رأی صندوق بگیر و بنشینه واسه مردم. صندوق رأی یعنی که بدید دست ما بالاخره یکی از تو صندوق رأی می‌گیریم شما رو اینجوری راضی کنیم. صندوق رأی یعنی اسم رمز حفظ نظام دیکتاتوریه. همین کاری که تو مصر هم دارن میکنن توش موندن و نمیتونه. انقلاب مصر تموم شده نیست، ادامه داره و حالا به اشکال مختلف خودشو نشون خواهد داد. به هر حال اینم از صندوق رأی شد. من چون وقتم یواش یواش داره تموم میشه مجبورم مقدار خلاصه بکنم. در هر حال اون آلترناتیو راست تو جامعه که از احمدی نژاد شروع میشه، فقط خود خامنه ای بگم، فقط خود خامنه ای که پای جمهوری اسلامی وایساده و اونم به نظر تو موضع شکننده و ضعیفی قرار داره. اگر نه از رفسنجانیش بگیریم، از احمدی‌نژاد، رفسنجانی و خاتمی و موسوی و اینا همه دارن میگن آقا به قول لوره قرن خرابه و از خرابه نمیتونی اینجوری نگرده. ولی یه طیف وسیع هم که از خود درون حکومت شروع میشه تا رضا پهلوی بیرون حکومت و اینا هم میرسه و اینا همه تلاششون اینه، یعنی صورت مسئله واسهشون اینه که چجوری اون انقلابی که در ایران صورت گرفت سال 88 و اون مبارزات و جوشش پروشی که تو جامعه وجود داره، اون آتش زیر خاکستر جنبش سرنگونی و انقلابی تو ایران هست رو چجوری اینو از سر بگذرونن و این بحران جمهوری اسلامی رو حل بکنن. ما توی کنگره قطعنامه‌ای داشتیم که باز اینجا رجوع میدم که شما اون رو بخونید که چطور نه فقط بحران جمهوری اسلامی داریم الان، کل بورژوازی توی ایران دچار بحرانه و نمیدونه چجوری از این وضعیت در میاد و این تلاش‌های آلترناتیو سازی مثلا که یه تصویری بدم در واقع تلاش‌های واسه اینکه چجوری اینو حل فصل کنن.
اگر دست اینا باشه و اگه اینا بخوام چیز بکنن، اگر قرار باشه راه حل اینا پیش بره، خشونتی به مراتب وحشتناک جامعه تحمیل میکنن، خون زیاد جامعه خواهند باشید و هیچ راه دیگه هم جز این ندارن. اگر امروز دارن با زبان خوش با ما صحبت میکنن، با زبان کوچیکشون صحبت میکنن، اگر امروز حتی صحبت از دموکراسی میکنن، اگر کسی که جدد در جدش با خشونت سر کار اومده و با خشونت زندگی کرده امروز شده و چه میدونم ضد خشونت، اگه کسی که سپاه پاسداران درست کرده میگه امروز خشونت نکنید، به نظرم زیادم به یه معنا بد نیست. خوبه که اینا نمیخوان خشونت بکنن، ولی از ترس ماست، از ترس اون یکی آلترناتیو دیگه است که دارن با این زبانشون حرف میزنن. وقتی بیان سر کار میزنن، بدجور میزنن، تردید نکن، میکشن. و تا اینجا هم که با این زبان دارن حرف میزنن، گفتم به خاطر زور و قدرت هست و ما خیلی قدرتمندیم. حالا میگن، نشون میدن و ما که اینجا دارم میگم، اول صحبتم گفتم منظورم اسپانس کارگری نیست، صرفا هر وقت خواستم میگم حزب میگم حزب، حتی کارگران نیست. ما صف آزادی خواهی، صف انسانیت توی جامعه ایران. ولی بذارین آلترناتیو دوم هم چند کلمه بگم. آلترناتیو دوم یا آلترناتیو دیگه‌ای که تو جامعه جریان داره، اینجا روی میز کتاب اونجا کارگر کمونیست هست، برید بردارید صفحه اخبارش رو نگاه کنید. من چند تا تیتر خبر واسهتون میخونم. 250 نفر از کارگران اخراجی شهرک صنعتی مورچه‌خورد اصفهان خود را برای تجمع در مقابل نهادهای دولتی آماده می‌کنند. به مناسبت اول هم چند تجمع ترسیم کارگران شهرداری رشت مقابل استانداری، اعتصاب کارگران لوله‌سازی آکرین، فکر کنم توی کردستان باشه، تجمع توی سنندج، بله، تجمع اعتراضی کارگران لوله‌سازی خوزستان مقابل استانداری، تجمع کارگران شرکت تراورس مقابل فرمانداری طبس، تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران مقابل فرمانداری شهر. اینا مال این هفته است. نمیدونم و کلی اعتصاب و اعتراضی دیگه هم هست. این هم یه گوشه‌ای شاید چه میدونم 20%، 30%، 40% اخبار باشه به دست ما برسه. که البته تو میدیا هم نمیده هیچ وقت. میدیای مینستریم اینا رو جز خبر اصلا حساب نمی‌کنه. ولی کسی که توی یه اعتصاب رفته باشه میدونه که رفتن توی اعتصاب، چه برسه به این اعتراضات، که اینجوری بیای از شهر خودت بلند شی بری یا مرکز استان یا از یه شهر دیگه بیای بری تا تهران، خیلی‌هاشون اینجوری دارن کار میکنن، معنیش چیه؟ اگه تو همین 5-6 تا خبری که من خوندم فقط 200 تا کارگر دخیل بوده باشن و با خانواده‌هاشون بشن چه میدونم 1000 نفر توی جامعه ایران، تو دل جامعه ایران به واسطه همین چند تا خبری که خوندم دارن با چنگ و دندون با جمهوری اسلامی میجنگن. نه فقط با جمهوری اسلامی دارن میجنگن، دارن با چنگ و دندون علیه سرمایه‌داری میجنگن. آلترناتیو ما یکیش اینه، حالا به جنبه‌های دیگه آلترناتیو هم میرن. آلترناتیو دومی که تو جامعه اینه یکیش اینه. و این آلترناتیو اقتصاد ما رو معلوم میکنه. اگر اقتصاد اونا ریاضت‌کشی اقتصادی بود و قرار بود سرمایه‌داری رو به 1000 بامول و با فقر و فلاکت خیلی بیشتر به مردم تحمیل کنن، آلترناتیوی که ما داریم میگیم همین الان حی حاضر، کاری به اسم کارگر ندارم چی میگه، کارگر تو خیابون داره علیه بردگی مزدیش، علیه پرداخت نشدن مزدش، علیه شرایط فوق‌العاده وحشتناک کارش، علیه گرانی، علیه بیچارگی، علیه همه اون چیزایی که ریاضت‌کشی اقتصادی قرار اجرا بکنه، بهترش هم اجرا بکنه، داره اعتراض میکنه. با چنگ و دندون داره اعتراض. یه دونه میدیا پشت سرش نیست. چرا مبارزش میکشونه جلو شهر داریم تو شهر؟ واسه اینکه حمایت جلب. و امیدوارم صحبت من یکیش اینجا بشنوه، بیشتر این کار رو بکنید. برید یعنی میدیا رو بگیرید. باید اینا مهمترین خبرهای مملکت باشه. ولی این یک گوشه از آلترناتیو ماست.
یه گوشه دیگرش باز من فقط خودم محدود کردم همین 1-2 هفته. همین چند روز پیش توی بوکان تظاهراتی شد علیه تجاوز به دختر و قتلش. آغاز کننده‌هاش زنا بودن. نمیدونم دیدید ویدیوشو یا نه. ویدیو زنای بوکان که دارن شعار میدن و بعدم جمعیت بهشون پیوست و یه تظاهرات 6-7 هزار نفره شد. آلترناتیوی که ما داریم میسازیم اونجاست. جنبش رهایی زن، جنبش آزادی زن به حقوق بشر محدود نمیشه. ریشه جمهوری اسلامی رو در میاره. ریشه مردسالاری و کثافتی که توی جمهوری اسلامی تو تمام جهان برپاس رو در میاره. کوتاه نمیاد. و فقط هم بوکان نیست، همین چند روز می‌بینید که تابستون شده جمهوری اسلامی عزا گرفته. چیکار بکنن؟ با امنیت اجتماعی از بین رفت، امنیت اخلاقی از بین رفت. آلترناتیو ما اونجاست. فقط کارگران نیست. زنا، دانشجو هم همینطور. باز تو همین هفته دیدید این دانشجو رئیس وزیر علوم کیه رد از خونه کرد واسه دانشجو. اونایی که تو فتنه شرکت کردن دیگه نمیتونن بیان اخراج فلان. کل جوانای اون جامعه یه دنیای دیگه نمیخوام برن ریاضت کشی اقتصادی بشن، نمیخوام برن مثل بدبختی که توی یونان در بهترین حالت سرشون اومده بیاد، نمیخوام برن مثل مردم عربستان سعودی بشن، حتی نمیخوام مثل مردم ترکیه بشن. آزادی رو میخوام تمامشون میخوام، رفاه رو میخوام تمامشون میخوام. اگر اقتصادمون را ریاضت کشی اقتصادی و فقر و بدبختی و فلاکت واسه مردم، اقتصاد ما رفاه و آسایش واسه انسان هست. اقتصاد ما سوسیالیسم. اگر آزادی واسه اونا تو چارچوبه دموکراسی و حقوق بشر و سرطه خواستای مردم زدن محدود میشه، آزادی واسه ما آزادی بی شرط آدم هاست. جدایی اکید و همه جانبه دولت از مذهب، در هم کوبیدن دستگاه دولتی و دستگاه نظامی و سرکوب، دادن قدرت مستقیم به خود مردم، شوراهاشون، ارگانهای اعمال ارادهشون، اینا چیزایی که آلترناتیو ماست. و واسه اینکه اینا رو ببرید تو سیاست و میخ خودتو بکوبی تو جامعه، حزب میخواد. حزب اینجا باید باشه. وگرنه همون چیزا قبلا بود. به قول منصور حکمت فکر نکنید مسئله دموکراسی تو ایران مسئله حزب کمونیست کارگری و کنگره و حزب دموکرات و احزاب دیگه است. مسئله نسلیه، مسئله یک اجتماع است و این امروز 100 بار قوی‌تر مطرحه. چرا؟ چون وقتی منصور حکمت یه حرف میزد 10-12 سال پیش هنوز دنیا اینجور به هم نریخته بود. هنوز ما انقلاب مصر و تونس رو نداشتیم. هنوز ما این جنبش جهانی زنان واسه آزادی رو نداشتیم. هنوز ما جنبش 99% ها که تمام غرب، تمام مراکز مهم غرب علیه حکومت 1% هاش رو نداشتیم و امروز همه اینا رو داریم. میخوام بگم آلترناتیو ما نه فقط حی حاضره، نه فقط خیلی پویاست اونجا حضور داره، بلکه بسیار قویه، بسیار پشتوانه جهانی عظیمی داره. کاری که واسه ما میمونه اینه که واقع‌بین باشیم، قدرت خودمون رو ببینیم و این آلترناتیو رو سازمان بدیم و این حزب میخواد و من از همتون دعوت میکنم به حزب کمونیست کارگری بپیوندید یا حمایتش کنید. مرسی.